عزیزای دلم توجه و حواستون رو بدید به من. میخوام روی یک راز مهمی رو بهتون بگم. میخوایم از کارت‌های حقیقت پنهانمون بپرسیم دلیل سردیمون در رابطه احساسی با شخص احساسی چی میتونه باشه. فروردین ماهی‌های عزیز، شخص احساسی شما داره فکر میکنه به اینکه یک نشونه از سمت شما بهش برسه، منتظر حرکت شما به سمت خودش هستش و اینکه اگه سردی و دوری جدایی هست منتظر شما به سمتش قدم بردارید. اردیبهشت ماهی‌های عزیز، متاسفانه شخص احساسی به شما نگفته واقعا چه کسی هستش یا چه رازهایی رو در زندگی داره و به همین دلیل دچار استرس و نگرانی میشه و رفتارش سرد خواهد شد. خرداد ماهی‌های عزیز، متاسفانه شخص احساسی شما بیشتر دوست داره که با دوستاش وقت بگذرونه و با اونها بیشتر حال دلش خوش خواهد بود. تیر ماهی‌های عزیز، شخص احساسی شما دوست داره یک تفاوت بزرگی رو تو رابطهش ایجاد کنه، دوست داره که همه چیز متفاوت باشه. مرداد ماهی‌های عزیز، شخص احساسی یک رازی رو در مورد شما فهمیده که باعث شده ناراحت بشه، غمگین بشه و در خودش بشکنه، به خاطر همین رفتارش سرد شده. شهریور ماهی‌های عزیز، پشیمون شخص احساسی از اینکه به شما دروغ گفته و این دروغ گفتن باعث میشه که سرد بشه رفتارش با شما. مهر ماهی‌های عزیز، احساس میکنه شخص احساسی که شما اون رو پشت سر گذاشتین، رهاش کردید، ولش کردید یا بهش اهمیت نمیدید، رفتارش سرد هستش. آبان ماهی‌های عزیز، کلا شخص احساسی شما فعلا در دسترس نیست، دلش میخواد تو تنهاییاش باشه و به حالا مشکلات یا مسائل گرفتاریاش فکر کنه، به خاطر همین هم سرد برخورد میکنه. آذر ماهی‌های عزیز، یک بحث و اختلافی بین شما و شخص احساسیتون به وجود اومده یا یک اتفاق بد که هنوز شخص احساسی نتونسته جزئیات اون روز رو فراموش کنه. دی ماهی‌های عزیز، شخص احساسی شما عذاب وجدان داره، دلش میخواد که با شما بهتر رفتار کنه، دچار عذاب وجدان که میشه رفتارش سرد خواهد شد. بهمن ماهی‌های عزیز، شخص احساسی شما به دلیل مشکلاتی که تو زندگیش وجود داره، ناراحتی و غم و غصه‌ای که هستش، نمیتونه به شما اجازه بده که زیاد بهش نزدیک بشید. و اسفند ماهی‌های عزیز، متاسفانه شخص احساسی میدونه که اشتباه کرده، از مشکلات، غم و غصه و ناراحتی های شما دور بوده، به خاطر به شما اهمیت نداده، به خاطر همین هم با شما سرد رفتار میکنه.